سلام همراهان عزیز. یه سری نکته ها در مورد اجرای والپست هست که میخوام باهاتون به اشتراک بذارم. نکته اول، فاصله والپست های ستونی، فاصله مرکز تا مرکز ناودونی منقطع روی ستون نباید بیشتر از 1 متر باشه و زیر تیرم به ازای هر 1 متر ما یه دونه ناودونی زیر سقفی میخوایم. البته طبق آیین نامه اگه رگ ما قبل آخر و میلیارد بستر کار کردیم دیگه نیازی به استفاده از ناودونی زیر سقفی نداریم و در دهانه های بالای 4 متر هم نیاز به اجرای وادار میانی داریم. وادار میانی به صورت اتصال از بالا کشویی کاملا آزاد بدون هیچ اتصالی به سقف و کشویی بالا، از پایین هم که به صورت مفصلی که یه دونه نبشی اینجوری داخلش جوش بدین میشه مفصلی، یه چیز خاصی نیست. در مورد اتصال وادارای داخلی و وادارای متقاطع و زیر سقفی هم بعدا براتون یک کلیپ جداگانه تهیه میکنم. فعلا بدرود، خدا نگهدار.